امروز میخوام در مورد این صحبت کنم که هدف و معنای زندگی چیه. یکی از شناخته شده ترین تعالیم مسیحیت به ما میگه که هدف و معنای خلقت ما اینه که ما بتونیم به محبت لایزال خدا که برای ما قرار گرفته برسیم و بتونیم او رو محبت کنیم. این هدف در زندگی ما باید اعمال بشه. وقتی به زندگی خودمون نگاه میکنیم و به زندگی شخصی دیگران و خودمون بیشتر توجه میکنیم، یه حس آزاردهنده در ما قرار میگیره و اون حس اینه که ما در حال از دست دادن این هدف هستیم. ما داریم کم کم از این هدف خدا دور میشیم و وقتی ما میتونیم به این هدف برسیم که خدا رو در کمال صفاتش بشناسیم و ما هرگز نمیتونیم به این کمال برسیم مگر اینکه به پسرش عیسی مسیح ایمان بیاریم. عیسی مسیح نشان دهنده کمال این صفات است. ما با شبیه شدن به عیسی مسیح در زندگیمون میتونیم حامل تصویر خدا در زندگی خودمون باشیم. میتونیم به روشنی هدف خدا رو برای خلقتمون به جهان نشون بدیم. خدا مفاهیم رو در خودش داره. مفهوم صلح و آشتی مفهومی است که در خدا معنا میپذیره. هر چیزی که ربط به صلح و آشتی داشته باشه به خدا برمیگرده و ما سفیران صلح میشیم وقتی که به عیسی مسیح ایمان میاریم و او رو در وجود خودمون، در زندگی خودمون میپذیریم. سفیران صلح میشیم. امید چیزی است که فقط و فقط در خداوند معنا داره و امید میتونه ما رو به زندگی بهتری برسونه. این امید در حیات ابدی است که در دستان خدا است. ما میدونیم که در آینده آسمان جدید و زمین جدید، اون اورشلیم آسمانی قرار داره و ما در اون تا ابد زندگی میکنیم. چیزی که برای مردم وجود داره اینه که بسیار دچار یأس، ناامیدی و اضطراب هستند. اضطراب ها، یأس ها و ناامیدی های مردم برای این نیست که اضطراب دارن، فقط برای اینه که امید در زندگیشون معنا نداره. اما وقتی که به عیسی مسیح ایمان میاریم، وقتی که او بار گناهان ما رو برمیداره، وقتی که او به ما کمک میکنه تا به هدف خدا برای خلقتمون و محبت به او و دریافت محبت از خدا برسیم، اون وقته که امید حیات ابدی در زندگی ما شکل میگیره و ما به هدف اصلی خدا در آرامش و صلحی که او برای ما در نظر داره میرسیم. صلح و آرامش بر شما باد. آمین.